سلام و درود. عرفان سیجه هم تو گیسران زندگی میکنم. خب کارن جلوبندی ماشینه، جلوبندی خودرو. خب جلوبندی یعنی سیستم تعلیقش، چیزایی که به سیستم تعلیق ربط داره اونا رو اوکی میکنیم. اینو ببین خدای چه قشنگه، واسه اینا واسه این ستا. اصلا به غیر از این من خودم عنصر آتشم داشت، همیشه باید کنارم باشه. آره دیگه آره نگاه کن، وقتی میگم جلوبندی فقط همین زیر، نگاه کن چیزهایی که به زیر ماشین متصل هستن و کارمون ایناست به جز اگزوز. نگاه کن مثلا اینا رو میبینید، با اینا تنظیم ارتفاع میزنیم. مثلا پشت ماشین رو میاری بالا شوتی یا میخوابونی کف خواب رو زمین میرونی. یه فیلم 1 دقیقه میتونه من و تو رو آشنا کنه